من شما را نمیکشم. من برای شما را برای دستانم برداشته میگردم. دل به دست میرود، به دست میرود. این صحنه از لحظه نخست نمایش 5 زن افندی می باشد. نمایشنامه مذکور از سنه 21 تا 25 اکتبر سال روان در تئاتر دولتی مسحکه و موسیقی به نام کمالی خوجندی ولایت سوخت به تماشا گذاشته شد. 5 زن افندی نمایشنامه مسحکوی بوده. آن را کارمندان انسمبل بیبیان شهر خوجند به نمایش گذاشتند. نقش اساسی افندی را در نمایشنامه نعمت جان دوسمتوف در عهده دارد. نعمت جان دوسمتوف 85 سال دارد، لیکن در صحنه جوان میتابد و حرکت‌های مرد 40 ساله را انجام می‌دهد. اصلا نمایشنامه 5 زن افندی 30 سال قبل روی صحنه آمده بود و هواداران زیاد داشت. کارگردان نمایشنامه هنرمند شناخته تاجیک سایرام ایسایی میباشد. این نمایشنامه سالهای 90 عصر گذشته در ناحیه‌های علاهیده تاجیکستان به نمایش گذاشته شده دل هزاران نفر را تسخیر کرده بود. سال 1993 من همین نمایش رو به صحنه گذاشتم در تئاتر کمالی خوجندی. این بینیفیس من بود. با بینیفیسم من خودم را به نفقه گسیل کردم. یعنی که من چنین تحفه میکنم که اگر جشنم شود در جشن من به تئاتر تحفه میکنم. و چندین سالها گذشت. راستی گپ ما بسیار سفر کردیم. گوشه کناری نبود که ما نرفته باشیم. ما حتی در جایهایی بودیم که تئاتر عموما سفر نکرده بود و وقتی که تماشابین ما رو میدید به مانند افسانه آنها شخ تماشا میکردن و ما در حیرت بودیم. این لحظه ها در عینی بود، این لحظه ها در پنجکین بود و راست گپ ما در حیرت بودیم که این مسحکه ما لطیفه های افندی رو پیشکش کردیم. یعنی که این نمایشنامه پرن حیاتی خود افندی است و وقتی که میپرسیدیم میگفتن که بار اول این خلق تئاتر رو دیده ایستاده است، هنرمندان تئاتر رو دیده ایستاده است، نمایشنامه رو دیده ایستاده است. نمایشنامه 5 زن افندی درباره یک مرد نقل میکند که برابر 5 زن گرفته است. مشکلات مرد 5 زن گرفته و خلاصی از عروسهایش در نمایشنامه با واسطه هزل بیان شده است. در نقش ها هنرمندان کسبی سایرام ایسایی و نعمت جان دوسمتوف نقش می آفرند. باقی مانده ها هرچند سند داشتند اما کسب دیگر داشتند. بعد نفقه خور گردیدن آنها را انسمبل بیبیان به هم آورد. از جمله نقش آفران چهره های نوین در تئاتر می باشند و چاره‌بینی ها را با سروده های خلقی خود زیب می دهند. نعمت جان دوسمتوف در نمایشنامه 5 زن افندی با همسر خود نقش می آفرد. من در این انسامبلی اتنوگرافی بیبیان با سرداری سایرام جان بگه 8 سال کار میکنم. ما برنامه ها داریم، بسیار اسپکتاکل ها موندیم. همین سایرام جان هزار رحمت که همین آدم های نفقه خور آدم ها چیزی که خودشان گفتن از صنعت کوچش نگذشته که آورده و صحنه برده من چیزی دیده همشان بازی کردم. من 1000 بار سایرام جان با سری تعظیم فرود میارم. این موفقیت ما این همش سرچشمه کاری مشکل ترین سایرام جان که ما امروز من این برنامه ساختیم. در روز نخست نمایش نمایشنامه 5 زن افندی سابقه‌داران ساحه تئاتر، همکسبان و جوانان برای تماشا رفته بودند. نمایشنامه در سطح بلند گذارنده شده تا به همگان را خوش گردانید. انتظار می‌رود که انسمبل بیبیان باز چنین نمایشنامه ها را به صحنه گذارد.